سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. تصمیم گرفتم که ویدیو ضبط بکنم از تجربیاتم و اتفاقایی که در طول این ترم برام افتاد براتون حرف بزنم و این ویدیو برای شمایی که احتمالاً این ترم یا ترم‌های آتی آزمون احتمالاً شما هم مثل خیلیای دیگه توی این چند راهی انتخاب منبع گیر کردید. میدونید پروگنوز بخونید، سبز و همون اول رفرنس‌های کدو گفته بخونید. اول از همه بگم این ویدیو برای بچه‌های پزشکی و دندون پزشکیه و من تجربیات خودم رو به اشتراک میذارم. لزوما نمیخوام بگم این راه رو بریم قراره به یک نتیجه خیلی خوب برسیم. آزمون علوم پایه‌ای که آزمونیه که بعد از اینکه شما دانشجوهای پزشکی و دندان پزشکی 4 یا 5 ترم خودتون رو گذروندین، یعنی 4-5 ترم ابتدایی از شما از تمام آموخته هایی که این 4-5 ترم گذروندین یک آزمونی گرفته میشه و در صورتی که بیس رو بگیرین و حالا نمرات بالاتر اجازه میشه که شما وارد مقطع بعدی که حالا بچهای پزشکی وارد مقطع فیزیوپات میشن. این اجازه به شما داده میشه. این آزمون از اونجایی خیلی مهمه که اگر شما نمره مطلوب رو نیارید و اون بیس و حداقل رو کسب نکنید به شما اجازه نمیدن که وارد مقطع بعدیتون بشید و هر کسی 3 بار بیشتر نمیتونه این آزمون رو شرکت بکنه و در صورتی که بار سوم هم از این آزمون مردود شد ادامه تحصیل توی رشته حالا پزشکی و دندان پزشکی رو نداره و باید بره رشته های پایین بکنه که بهتون 200 دقیقه وقت میدن که شما باید این 200 رو بزنید. از چه درسایی؟ از درسایی که شما خوندین در طول این حالا 4-5 ترم و درسای شناور شاملش نیست برگزار میشه. 2 نوبت قبلا میان دوره داشتن ولی الان دیگه میان دوره نداره، فقط در 2 نوبت شهریور و اسفند برگزار. میرسیم به این سوال که چی بخونیم که یه نتیجه خوب بگیریم. ببینید نتیجه خوب از نظر هر کسی با یه نفر دیگه متفاوته، پس لزوما نتیجه خوب شما با من یکی نیست و ممکنه که شما بخواین رنگ بشین، جز حالا 3 نفر اول بشین، ممکن هم هست که شما بخواین فقط پاس بشین. خب این خیلی تفاوتشه. یه سری هم که دوست دارن استریت بشن. این به شما میگه که چه منبعی بخونید. اول ویدیو من اومدم منابع مختلف رو راجبش حرف زدم و یه معرفی کوتاهی راجبش کردم. منابع خیلی زیادن. الان هر چقدر هم حس میکنم میریم جلوتر منابع بیشترتر میشن و دانشجو سردرگم میشه که خب چی بخونم که بتونم توی تایم کمتر اون نتیجه‌ای که میخوام رو بهم بده. اگر شما میخواین که رنک بشین، یعنی جز 3 نفر اول بشین، خب باید رفرنس رو بخونید، چون یه سری سوالات خیلی کمن. این سوالات که دارم میگم یعنی قرار نیست که هر مثلا میگم 35-6 تا سوالی که ارژی میاد همشون خط به خط گایتون باشن، نه. ولی خب میگن عموما کسی که میخواد رنک بشه یا حالا استریت بشه، رنک و استریت شدن با هم متفاوتن. بهتر که از خلاصه گایتون استفاده بکنید. اگر شما هدفتون اینه که حالا استریت بشین، رنک بشین، پس باید در طول ترم خوب درس بخونید و زمان زودتری هم به نسبت بقیه شروع به خوندن برای آزمون علوم پایه بکنید و حتما یه قسمت‌هایی از رفرنس رو توی برنامه خودتون بذارید برای مرور. برای چه درسایی؟ تاکید بیشتر برای در واقع فیزیولوژی. آیا نیازه که حتما خود رفرنس رو مو به مو بخونیم؟ ببینید سوالاتی که مثلا بخوام بگم خط به خط رفرنس اومده و بقیه داوطلبا ممکنه نتونن بهش جواب بدن، خیلی تعدادشون محدوده و قرار نیست که سوالاتی باشه که بیس سوالات آزمون شما باشه و 20 سوال مثلا از 35 تا فیزیولوژی باشه، 15 تاش اینطوری نباشه. فکر میکنم یه چیز حدود 5-6 تا اگر خیلی بخواد باشه، یعنی در حد 2-3 تاست. ترم رفرنس بخونید کنار دستتون باشه. اوکی، مثلا خب ما گایتون رو مجبور بودیم که در طول ترم بخونیمش، چون اساتیدمون از ترم 1 تا ترم 4 همشون خط به خط گایتون رو سوال میدادن.
امتحان بکنم ترم 4 بود برای نوروفیزیولوژی. من نرسیدم برای همه فصل خود گایتون رو بخونم، خلاصه‌شو خوندم و نمره خوبی هم ازش گرفتم. پس خلاصه گایتون چیزی نیست که چیز متفاوته، نه، اکثر نکات اینو گفته، ولی خب یه سری ریزکاری هم مسلماً توش ذکر نشده. برای آناتومی رفرنس خوندن یا نخوندنش بازم این به خود شما بستگی داره، به استادتون در طول ترم میتونید بخونید یا نه. خب ما در طول ترم باید رفرنس رو میخونیم. Oh my god. و من اصلا با رفرنس آناتومی حال نمی‌کردم. واقعا چقدر خوندیم، الان خیلی حس بدی دارم. نوع دیگه بیوشیمی و نمیدونم ایمنی و اینا، نه، واقعا اصلا نیازی نیست که شما رفرنس رو بگیرید. به نظر من اگر حالا میخواین که با رفرنس جلو برید، که من اصلا این کار رو توصیه نمی کنم برای 95% بقیه دانشجوها که نمیخوان حالا استریت بشن، نمیخوان رنگ بشن، اینه که بیان و برای آناتومی و فیزیولوژی یه نگاهی به رفرنس. پروگنوز خودش اومده گفته که آقا شما توی 20 روز میتونید با این اون بیسی که میخواین رو برسید. من پروگنوز رو دوستش ندارم. برای چی؟ حجمش رو نگاه کنید. این فقط برای علوم تشریحشه، یعنی شامل آناتومی، باب شناسی و جنین شناسیه. ببینید درسنامه هاش رو دوست ندارم. خب این حالا مال 1401 اینی که من دارم. درسنامه هاش خوبی که داره رنگیه، نمونه سال داره، حالا من کامل میفته یا نه. این که داره و من خوشم نمیاد اینه که اینطوریه، یعنی نموداری توضیح داده. خود من ارتباط برقرار کردن با این روش سخته. بعد یه چیزی که هست، این گفته توی 20 روز شما میتونید چیکار بکنید؟ این کتابو که بخونی میتونید به اون نتیجه‌ای که میخوای برسی. شما فقط قطر این درسنامه رو نگاه کن، این فقط برای علوم تشریحشه. واقعا این قطر رو نگاه کن و تو قراره فقط اینو برای یکی بخونی. آیا میرسی اینو تموم بکنی؟ نه، واقعا نه. یعنی منی که با تقلب رفتم جلو نتونستم تموم بکنم خود تقلبو. خب مسلما این هم چیز خوبیه، ولی برای کسی که از مثلا ترمی که شما قراره ترم 4 علوم پایه داشته باشین، از اول ترم 4 میشینی سفت برای علوم پایه‌ات میخونی، این همه تستش برای موقع خوبه. اپلیکیشن طبیبانه که تعداد سوالای خیلی زیاد رو پوشش داده، اینا خیلی بهترن چون پاسخ تشریحی داره. اون پاسخ تشریحی زیاد کامل نیست. حالا این ورژن 1400 این از اوناست که به همون هدیه میدادن. خب اومده سوالای در واقع سالهای اخیر رو راجبش توضیح داده و حالا بر اساس نکات مهم روی اونها مانور دادن. سیب سبز رو هم کتاب خوبیه. به نظر من از پروگنوز برای یه سری درس‌ها خیلی بهتره و خب اگر شما 1 ماه 2 ماه قبلش میخواین شروع بکنید، این کتاب خیلی خوبیه، سیب سبز رو. ولی اگر شما میخواین 10-20 روز سیب سبزتون رو جمع کنید و حالا برای آزمون آماده بشین، سیب سبز قرار نیست بهتون خیلی کمک بکنه. اینجا میذارم که من خودم تقلب استفاده کردم. تقلب خوبی که داره اینه که مثل کلاس‌های همایش‌هایی بود که دوران کنکورمون شرکت می‌کردیم که میومدن تمام نکات مهم رو برامون مرور می‌کردن. همچین حالتی داره. ولی اونم قرار نیست که شما مثلا 10 روز قبل از آزمون شروع بکنید و یه نتیجه خارق‌العاده بگیرید. اینطوری باشه. فیلماش خیلی تایم زیادی، جزوه‌ها خام هستن، یعنی شما خودتون باید با استاد برید جلو پر بکنید و من با اینکه با سرعت 2.2 یه سری درس‌ها رو می‌دیدم، ولی بازم یه سری‌ها رو مثل بیوشیمی اصلا نتونستم ببینم فیلمش رو کامل و نتونستم بخونم. باید به این توجه بکنید. حالا من هنوز نمرم نیومده و نمیتونم بگم که با قطعیت این خوبه یا اون خوبه. مسلما هممون این استرس رو داریم که چه منبعی داشته باشیم، چی بخونیم، چی کار بکنیم و هممون از همه پرسجو میکنیم. ویدیوهای مختلف رو توی یوتیوب میبینیم. من یادم از یه سری که پرسیده بودم، یه سری از بچه‌ها رفرنس رو خونده بودن و خب
بازه نمرش روی مثلا 110 بود. علوم پزشکی آزاد تهران یادم اینو پرسیدم. پروگنوز خونده بودن و خب با این حال رتبهشون نمرشون 101 اینطورا شده بود. بچه‌هایی که شهریور 1400 آزمون داده بود وقتی پرسیدم گفت من فقط فیلمای تقلب دیدم، 2 هفته هم خوندم و نمرم 111 شد. خب منم با این دید که حالا تو تایم کمی قراره نمره‌ای که حالا نه خیلی پایین باشه نه خیلی بالا باشه بیارم شروع کردم. یه درسای تقلب قراره که خوب باشه، نه اصلا. مثلا من ویروس شناسی رو اصلا نمیتونستم گوش بدم. آیا قراره پاسی 100% بده؟ شما تعیین میکنید که قراره چه نمره کسب بکنید. کار کردم و چی خوندم و اینا. من ترم 4 خیلی ترم بدی بود. ما از 20 آبان تقریبا تا 8 بهمن مشغول امتحان دادن بودیم و همش امتحان داشتیم و اینطوری بودیم که اصلا یه روز تایم آزاد نداشتیم. امتحانای حالا ترممون و میان ترم اینجور شده. ترم نتونستم بخونم اصلا. اون پروژه 1 ماهه من تقریبا فکر کنم 15 روزشو از دست دادم چون اصلا خیلی حالم بد بود، خیلی خسته بودم، افسرده بودم اینا. پس یه پروژه 15 روزه شروع کردم به دیدن فیلم‌های تقلب. فیلم‌های تقلب فیلمایی هستن که خب خیلی حجمشون زیاده. یه اذیت میشین. جزوهایی که بهتون میده جزوهای خامی. حالا من اینجا براتون میذارم نمونه جزوهش رو. بعد با توجه به فیلم پرش بکنید. بیولوژیش اصلا نتونستم ارتباط بگیرم. بیوشیمیش تدریسش خیلی خوب بود. ولی مهمی بود که شما برسید. من یکم دیر شروع کردم و خب اون اوایلش ساعت مطالعه‌ام خیلی پایین بود. یعنی فیلم ها رو اصلا کامل برای مثلا بیوشیمی ندیدم، نصفشون ندیدم و مرور خوبی هم نداشتم برای بیوشیمی، ولی تقریبا از 20 تا 10-12 تاشو زدم. این خیلی چیز خوب. حالا برای من علوم تشریحش اینطوریه که خب استادش خیلی استادی یه جوریه بود ولی جزوه خیلی خوبی داره. باکتری خیلی فیلم داره. شاید فکر کنم نزدیک 49 یا 50 تا ویدیو داره ولی ویدیوهای کوتاهی هستند. مثلا ویروس شناسی خب خیلی خوبی داره ولی استاد خوبی نداره. گل شناسی استادش استاد خیلی خوبیه. اکثر سوالات رو میتونید جواب بدین. قارچم به طور کامل خودشون براتون حالا اون استاد انگل شناسی میگه جزئی خوبی داره و به نظرم انگل شناسی اینا اوکی و حتما سوال حل کنید دیگه. حالا نکات تکراری هست. پس اصلا اگر فکر میکنید که میخواین حذفش کنید و بشینید فقط فیزیولوژی بخونید، آناتومی بخونید یا بیوشیمی، این کار رو نکنید. خود این میکروب شناسی خیلی بیشتر به درد شما میخوره و شما بهداشت استاد خیلی خوبی داره. خب یعنی اصلا شما فکر نمی کنید که این سلامت بهداشته. این ناملموس بود با اینکه من حالا تستایی که خود اون استاد داده بود رو زده بودم، خونده بودم، اوکی بودم و جز معدود درسایی بود که من خیلی با دقت فیلمش رو دیده بودم. ناآشنا زیاد داشت و فکر می‌کنم اپیدمیولوژی، خب اپیدمیولوژی هم استادش استاد سلامت و بهداشت بود. درسش خوب بود، فرمولا خیلی خوب بود و اپیدمیولوژی هم می‌کنم 1-2 تاشو پوشش نداده بود. این سال برخلاف تمام سالهای دیگه اومدن و شیرین ایمنی رو به اروپایی پزشکی اضافه کردن و استاد سلامت و در واقع اپید درس داده، ایمنی خوب درس میده و فکر میکنم 2 سوالاش بود که اصلا راجبش هیچ حرفی نزده بود که مایی که حالا 1400 قرار اروپایی بدیم یه ادیتی میزنن آپدیتش میکنن. ما اولین سری بودیم که قرار بود ایمنی بدیم. ویدیوهای ما ویدیوهایی بود که مال بچهای دندون دقیقاً مثل همون ایمنی و اپید سلامت استادش یکی بود. خیلی بهتون درس میده. نصف بود، یعنی همین سوالات رو پوشش نداده بود. درس زبان درسیه که جزء درس‌های ماژور رشته پزشکی خیلی سخته. یه سری سوالاتش اصولا میگن هست اگه میخواین حذف کنید بیوشیمی رو حذف نکنید برخلاف باور عموم و بیاین زبان رو حذف بکنید. استادش استاد اوکی بود، جزوه کم. فکر میکنن که فقط اگر بخونن کافی. ببینید بچه ها ما تجربه کنکور رو داریم و کنکور یه قول خیلی بزرگ بود، اینم یه قول چاقالوه، ولی قرار نیست که شماها مثل کنکور اونقدر بترسید. کسی توی کنکور موفق تر بود که مهارتش توی تست زنی بیشتر بود. خیلی مهمه که شما چه تستی بزنید
و اصلا تست بزنید، حالا چه تستی چی، تست بزنید. خوندین یه باکس مطالعاتی بعدیتون تست بزنید. وقتی تست بزنید میفهمین آقا اینجا رو درست نخوندی یا تو یه جور دیگه برداشت کردی. و طراح قرار اینطوری از تو سوال بپرسه. روز قبل از آزمونتون، من تقریبا 3-4 روز قبل از آزمون این اتفاق افتاد، ولی خب آدم ها با هم متفاوتن. شما مسلما بعد از دیدن این ویدیو زودتر شروع میکنید برای اون پایتون. آزمونای سالهای قبل رو 2-3 تا آزمون سال قبل رو بزنید. من 1402 رو زدم، 1401 رو، 2 تاش رو یک رو زدم. من میخواین که حالا یه سری چیزایی دیگه ببینید، واقعا یوتیوب منبع خودتون بذارید، تست خیلی زیاد بزنید، ببینید. بچه‌ها میفهمید که طراح قراره چطوری ازتون سوال. فیزیولوژی خیلی وقت گذاشتم. میگم استادی که در واقع برای تقلب بود، استادی نبود که مثلا فیزیولوژی درس راحتیه بچه‌ها، درس مفهومیه، درس حفظی نیست. اولین سوال رو که دیدم، اولین درس دفتر جمع هست دیگه، اصلا یه لحظه دست و پامو گم کردم، گفتم وا مگه اینم هست، چرا این شکلیه؟ و شاید 2 صفحه اول من کلا 3-4 تا سوالشو تونستم جواب بدم. من سر فیزیولوژی از خودم راضی نبودم و خیلی غلط داشتم. یعنی بیشتر غلط‌های من برای آزمون برای درس فیزیولوژی بود. حالا نمرم هنوز نیومده، مطمئن باشید در ویدیوی بعدی که قراره که به سوالای شما جواب بدم نمرم اومده و بهتون میگم که چی بگید. که به آزمونتون نزدیک‌تر میشین، منابع جدیدتر حالا تو چنلایی که مطمئنن همتون عضو هستین میان میگن که آقا 3 روزه تو میتونی نمره پاسیو بگیری، 5 روزه میتونی بالای 100. از آزمون اومدم یه منبعی رو توی یکی از همین چنلایی که عضوم، خود سوالا هست و همه اینا هست و اینطور اینا، ولی وقتی من خریدمش اول از همه که اصلا نمیشه پی دی اف رو دانلودش بکنی و هیچ جا ننوشته بود. یعنی تو مثلا خب من میخواستم آقا اگر این سوال رو اشتباه نوشتم نکتهش رو بنویسم کنارش دیگه، اصلا نه تو امکان چاپ داشتی نه امکان دانلود داشتی که حالا توی آیپدت بشینی بنویسی. دمش اصلا با اون تبلیغی که کرده بودن زمین تا آسمون فرق داشت، اصلا پاسخ تشریحی نداشت. مثلا میگن شما سوال حفظ بکنید مطمئنا نتیجه میگیرید، نه همچین چیزی نیست. چند تا سوال تکراری بدن، نکته تکراری میدن، ولی سوال تکراری ممکنه 1-2 تا باشه. که آقا شما مخصوصا بچه‌هایی که اسفند دارن، واقعا ما خیلی بچه‌های بیچاره‌ای بودیم، ما تا 8 بهمن امتحان می‌دادیم. قبلا گفتم بازم تاکید میکنم اینکه یه سری ها مثلا میافتن، خب خودشون کم کاری کردن. میگن آزمونم 10 اسفند بود، یعنی دقیقاً بعد از اینکه هنوز پاسخ ما نیومده بود بچه‌ها تون سوال میکردن که آره چی بخونیم چی کار کنیم و اینا. حس کردم که این ویدیو لازمه که ساخته. برای سوالاتتون گفتم حالا کامنت بذارین توی اینستاگرام، پیام بدین و مطمئن باشین که بهشون خیلی سریع جواب میدم. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که بهترین اتفاقها برای هممون بیفته.